بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. دکتر بهنام کمری هستم. در خدمتتونم با معرفی یک سیستود معروف تنیا ساژیناتا. تنیا ساژیناتا همونطوری که گفتم در گروه سیستودها قرار داره، یعنی کرم‌های پهن، تیپ وارم ها. در نتیجه چون که تنیا ساژیناتا در گاو وجود داره، بهش بیف تیپ وارم هم میگیم. قبل از هر چیزی باید با مورفولوژی این کرم آشنا بشیم. این کرم انشابات رحمش 15 تا 30 تاست که از این طریق میتونیم شناساییش کنیم، چون که با تنیاسولیوم یعنی گونه دیگه تنیاها توی این مورد تفاوت داره که در معرفی تنیاسولیوم بهش اشاره خواهیم کرد. 4 تا 12 متر طولشه، بسیار بلنده و 1000 تا 2000 بند داره. ببینید بدن اینها بنده. شما بندهای کوچیک رو در نظر بگیرید که کنار هم قرار گرفتن و میتونن 4 تا 12 متر کرم رو ایجاد کنن. پس بدن اینها بنده و این انشابات رحم در بندهای بارور اینها قرار داره. اسکولکس دارن. اسکولکسشون 4 تا بادکش داره و همچنین چون که قلاب ندارن بهشون تنیای غیر مسلح میگن، چرا که تنیاسولیوم قلاب داره، در نتیجه بهش تنیای مسلح میگن. و فرم لارویش سیستیسرکوس بوویس نام داره. سیستیسرکوس بوویس یعنی گاو، به این خاطر بهش میگیم سیستیسرکوس بوویس، چون که در عضلات فرم لارویش در عضلات گاو، انسان نه، تشکیل کیست میده. حالا بیایید در مورد چرخه زندگی یا لایف سایکل این بیماری، این کرم با هم دیگه صحبت کنیم. ببینید در نظر داشته باشید که الان کرم بالغ درون روده انسان قرار داره. کرم بالغ وقتی که درون روده انسان قرار داره، خب بندهای بارورش تعداد زیادی تخم در اونها هست. وقتی که این بندهای بارور به حد کافی رسیدن، تخم میاد بندها رو دفع میکنه. توجه داشته باشید دفع تخم نداریم، دفع بند داریم. دفع بند بارور داریم. ببینید و ما در واقع در مدفوع انسان آلوده بند میبینیم، نه تخم. این بندها وقتی که درون محیط قرار گرفتن پاره میشن و تخم‌هایی که درونشون وجود داره در محیط آزاد میشن و باعث آلوده شدن گیاهان و علف‌هایی که در محیط هستند میشن. حالا در نظر داشته باشید اگه یک گاوی بیاد از علف‌ها و گیاهان آلوده به تخم تنیا ساژیناتا تغذیه کنه، این تخم وارد دستگاه گوارش گاو میشه. در دستگاه گوارش گاو وقتی که باز میشه این تخم، یک جنین 6 قلابه به اسم اونکوسفر داره که این اونکوسفر، ببینید اینجا اونکوسفر نشده. اونکوسفر در روده گاو وارد دیواره روده میشه و به محضی که خودش رو به عروق خونی رسون وارد اونها میشه و وارد گردش خون گاو میشه. ورود اونکوسفر به خون گاو رو داریم. حالا وقتی که این اونکوسفر به عضلات گاو رسید، از خون خارج میشه و وارد عضلات میشه. در عضلات یک کیست ایجاد میکنه که فرم لاروی انگله به اسم سیستیسرکوس بوویس گفتیم. در عضلات این کیست رو ایجاد میکنه و مدت‌هایی میمونه. در صورت اینکه شخصی یعنی انسانی از این گوشت استفاده نکنه، این میشه پایان چرخه زندگی کرم، چون که کیستش یعنی همون فرم لارویش دیگه در عضلات توانایی تبدیل به کرم بالغ رو نداره. اما اگه یک انسان بیاد از اون گوشت آلوده گاو
تغذیه کنه، اون کیست درون دستگاه گوارش انسان باز میشه، لارو آزاد میشه و درون دستگاه گوارش به کرم بالغ تبدیل میشه. دوباره این چرخ ادامه پیدا میکنه. این کرم بالغ در روده باریک دوباره بندهای بارورش رو آزاد میکنه و دوباره چرخه ادامه پیدا میکنه. اما بریم سراغ علائم بالینیش. همونجوری که تا الان فهمیدیم توی این کرم فرم بالغش در انسان بیماریزاست. یعنی ما سیستیسیکوس بوویس رو در انسان نمیبینیم. فرم لاروی در انسان دیده نمیشه. فرم لاروی در انسان نداریم. اینش خیلی مهمه. فقط فرم بالغش رو داریم و فرم لارویش فقط در گاو دیده میشه. حالا علائم بالینیش در 1/3 افراد بی علامتن، هیچ علامتی نمیبینیم. اما در صورت شدت این بیماری خب علامت دار میشه که علامتهاش به 2 دسته اصلی و فرعی تقسیم بندی میشن. علائم اصلیش شامل نفخ و اسهال و کرامپ شکمی میشه. اما علائم فرعیش دیگه خورده بیشترن احساس پری معده، تهوع، استفراغ، بی اشتهایی، سردرد و علائم آلرژی هستند. در نظر داشته باشید در مورد عوارضش که در اثر ریزش بندهای بارور حاوی تخم در دستگاه گوارش میتونیم آپاندیسیت ببینیم. پس آپاندیسیت در اثر ریزش بندهای بارور حاوی تخم در دستگاه گوارش ماست. حالا میزبانهاش همونطوری که گفتیم میزبان نهاییش انسانه و میزبان واسطش هم گاوه. و نکته آخری که در مورد تنیا ساژیناتا باید بلد باشیم بحث درمانشه. در مورد درمانش ما یک سری داروهای اصلی داریم و یک سری داروهای فرعی. داروی اصلی این بیماری که ارجح نیکلوزامیده. اما نیکلوزامید درسته عوارضش خیلی کمتره نسبت به بقیه بیماری ها، اما روی فقط فرم بالغ تاثیر میذاره. و داروی اصلی دیگه پرازیکوانتله و داروهای فرعی مثل نماتودها، آلبندازول و مبندازول هستش. در مورد تشخیصش هم این نکته رو در نظر داشته باشید که ما در تشخیصش یا باید بند بارور رو در مدفوع ببینیم که تشخیص اصلی ماست و گاهن پس از درمانش ما اسکولکس بدون قلاب در مدفوع میبینیم. چرا که گفتیم اگه اسکولکس با قلاب باشه میشه تنیا سولیوم، اما تنیا ساژیناتا میشه اسکولکس بدون قلاب. مبحث تنیا ساژیناتا به اتمام رسید. در ویدیوهای بعدی مبحث تنیا سولیوم هم درس داده میشه. امیدوارم براتون مفید باشه و نهایت استفاده رو از این کلیپ بکنید. خداوند یار و نگهدارتون باشه.